سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. داخل قسمت قبل یه مقدمه بر آرایه ها گفتیم و یاد گرفتیم که چطور بیایم داخل این آرایه ها یه سری دیتا رو ذخیره کنیم، اون دیتا های ذخیره شده رو تغییر بدیم و چطور همون دیتا های ذخیره شده اون رو بخونیم. داخل این قسمت میخوایم یه مقدمه بر حلقه ها داخل برنامه نویسی بگیم، یعنی یه مقدمه بر آرایه ها خوندیم، یه گریزی میزنیم به حلقه ها و بعد داخل قسمت های بعد از حلقه ها میایم و این بحث آرایه ها و حلقه ها رو با همدیگه ترکیب میکنیم تا کاربردشون رو داخل همدیگه متوجه بشیم. داخل جزوه اول آرایه ها رو کامل گفته بودم، بعد رفته بودم سراغ حلقه ها، یعنی در واقع داخل حلقه و کاربرد آرایه ها در حلقه ها رو هم گفته بودم، ولی یه تغییر ریزی داخلش میدیم. فکر میکنم اینجوری بهتر باشه براتون. بعضی وقتا هست داخل برنامه‌مون ما میخوایم یه کد رو چند بار اجرا کنیم، یه تعداد خیلی زیاد، یا حالا تعداد خیلی کم هم نه، ولی یه تعدادی به یه تعداد دفعاتی ما میخوایم بیایم این کدمون رو اجرا کنیم. مثلا 10 بار داخل ترمینال یه چیزی رو تایپ کنیم، یعنی تایپ کنیم، چاپ کنیم، یا بر اساس یه الگوی خاصی بیایم و یه کاری رو به طور منظم انجام بدیم. ما نمیایم اون کارها رو دونه دونه، مثلا اگر 100 تا کارن اون 100 تا کار رو بیایم کداشون رو دونه دونه پشت سر هم بنویسیم. میایم و الگویی که این کارا دارن رو پیدا میکنیم و بر اساس این الگو اونا رو میذاریم داخل یه حلقه که حلقه رو الان قراره ببینیم که چیه. حلقه میاد برای ما بر اساس الگویی که بهش میدیم یه کار رو مدام تکرار میکنه که ما براش مشخص میکنیم که تا کی قراره این کار رو انجام بده و چه موقعی قراره از این کار دست بکشه، که البته دوتاشون یکی هن، خیلی فرقی نداشتن با هم دیگه. حالا باز وارد کدش میشیم که یه مقدار بهتر متوجه بشین چه جوریه. داخل برنامه نویسی حلقه سه تا حلقه اصلی داریم که داخل هر قسمت من میام یکی از این حلقه ها رو کامل بررسیش میکنیم و میبینیم که چطور باید ازش استفاده کنیم. این قسمت میخوایم در مورد یه حلقه به اسم وایل صحبت کنیم. وایل سیستمش چجوریه؟ ما بهش میایم میگیم تو تا زمانی که یه شرطی برقراره، مثلا اینجا من یه شرط نوشتم، یه کاندیشن، کانون نوشتم مخفف کاندیشن، تا وقتی که این شرط برقراره تو میای این بلاک کدی که من بهت میدم و برای من اجرا میکنی. اگر این شرط دیگه برقرار نبود تو دیگه نیازی نیست این کد رو اجرا کنی و از این بلاک کلا خارج میشی و میری کدهای بعدی تو اجرا میکنی. دیگه تقریبا فکر کنم ساده ترین حلقه‌ای که داخل برنامه نویسی هست و صرفا ما بهش میگیم تا کی باید با این شرطی که بهش دادیم تا کی باید به تکرار کردن این عملیات ادامه بده. مثلا میگم تا وقتی که ساعت قبل از 12 ظهره تو بیا این کارو تکرار کن. اگر ساعت بعد از 12 ظهر بود دیگه تو از این خارج میشی و دیگه هم نمیاد اینو چک کنه. دیگه یه بار که این شرط نقض شد دیگه از این بلاک خارج شد و دیگه نیازی نیست اونو چک کنه. پس چجوریه؟ مثلا ما یه سری خط قبلش داریم، به این حلقه وایلی که نوشتیم میرسیم، یکم خیلی درهم برهم شد. به این حلقه وایل که رسیدیم اول میاد این شرط داخلش رو چک میکنه. اگر شرط داخلش ترو شد، یعنی جواب اون شرط درست بود، میاد وارد بلاکش میشه و شروع میکنه کدای داخل بلاک خودش رو اجرا میکنه. به آخرش که رسید باز میاد اینجا این شرط رو چک میکنه. اگر شرط برقرار بود باز دوباره میاد داخل این، ولی اگر شرط برقرار نبود میاد و از این حلقه خارج میشه. خیلی این شکل رو به کسی نشون بدید نمیتونه بفهمه، ولی خب چون داشتم توضیح میدادم احتمالا با این شکل یه مقدار بهتر متوجه شده باشین که جریان چی بوده. خب من اینو اگر بتونم پاک کنم. خب سینتکس تعریف کردنش چجوریه؟ یه کلمه کلیدی وایل داره و یه پرانتز هم جلوش باز و بسته میکنید. داخل این پرانتزه شما باید شرطتون رو بنویسین. مثلا من الان فعلا شرطی تو ذهنم نیست، صرفا می‌نویسم ترو. اگر ترو بنویسین چی میشه؟ همیشه اجرا میشه، هیچ وقت قرار نیست نقض بشه، تا ابد این حلقه تکرار میشه. یا یه جورایی میشه گفت هیچ وقت برنامه تموم نمیشه، چون به این ریترن صفر که نشون میده برنامه‌مون قراره به پایان برسه نمیرسه هیچ وقت. و این کارو همینطور هی تکرار میده، تکرار میکنه. البته اگر ادبیاتو بخوایم پاس بداریم. و جلوی این ما میایم این دوتا علامت، اگر تونستم یه بار اسمشون رو درست بگم، آکولات ها رو، البته بگم آکولاد، نمیدونم دیات آخرش، الان خیلی سریع سرچ کردم آکولاد بود. یه سری چیزا رو میشنویم و نمیفهمیم آخرشون دته و خب احتمالاً جاش وسط این ویدیو نبود. بریم سراغ تعریف کردن همین حلقه که داشتیم می‌نوشتیم. داخل این بخش ما شرط رو باید تعیین کنیم بین این دو تا پرانتزی که اینجا گذاشتیم و بین این دو تا آکولاد اینجا ما قرار کدایی که قرار اجرا بشن رو بنویسیم. ببینید من الان هیچ شرطی نذاشتم، یعنی تا ابد میخوام این حلقه ادامه پیدا کنه. اصطلاحاً بهش میگن اینفینیتی وایل، حلقه بی‌نهایت. پس اگر من بیام اینجا سی اوت کنم، اگر کیبوردم حالت قبلش
درست کنم، سی اوت کنم مثلا سلام، این تا ابد میاد این سلامو برای من چاپ میکنه. یه دور اجراش میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. اینو اگر ببندیم میره داخل تب دیباگ کنسول، میبینید یه اتفاق خیلی عجیبی اینجا میفته. همینطور داره سلامو پشت سر هم چاپ میکنه. اگر کنترل سی رو بزنید میاد برنامه رو اصطلاحاً مثل آلت F4 یه جورایی داخل ترمینال میاد اینو استوپش میکنه، برنامه رو دیگه میبندش کامل. میبینید همینطوری داشته پشت سر هم سلامو چاپ میکرده و این کارو من نیومدم اینجاهای پشت سر هم بنویسم، یه اشتباه کنترل بی زدم یه چیزی بسته شد، ولی مشکلی نیست. اینجا من اگر اینو سیوش کنم من نیومدم اینجا پشت سر هم هی بنویسم سلام 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 که این نوشته بشه. من اومدم با همین چند خط کد اینو هی تکرارش کردم. پس کاربرد حلقه رو الان میتونید ببینید که قراره چه کاری برای ما انجام بده. قراره این کارو برای ما تکرار کنه، ولی با یه شرط معقول تر. الان این شرطی که ما اینجا گذاشتیم اصلا هیچ معقولیتی نداره که همچین یک کسی بیاد همچین کاری انجام بده. حالا استفاده معقول و درست چیه؟ مثلا من بیام اینجا قبل از اینکه حلقم بخواد شروع بشه یه دونه اینتیجر x تعریف میکنم برابر با 0. بعد اینجا داخل حلقم میام میگم تا وقتی که x کوچیک‌تر از 10 تو بیا این کارا رو انجام بده. خب x الان کوچیک‌تر از 10، اگر من بیام این کار رو انجام بدم این باز همیشه ترو میمونه دیگه. برای اینکه همیشه ترو نمونه میام بهش میگم داخل هر دور از حلقه ای که زدی تو بیا یه دونه به x اضافه کن. x پلاس پلاس میاد x رو یه دونه بیشتر میکنه مقداری که داخل رم ذخیره شده. و الان چه اتفاقی میفته؟ الان انتظار دارم که فقط 10 بار، یعنی اعدادی که x به خودش میگیره یکی صفره، بعد میشه 1 2 3 تا 9. میتونستم چیکار کنم؟ میتونستم اینو مساوی بذارم، اینو از 1 شروع کنم، اینجوری شاید ملموس تر باشه براتون. یعنی از 1 تا 10 میشماره و 10 بار سلامو اینجا چاپ میکنه. برای اینکه قشنگتر بشه من میام بجز خود سلام اینجا x رو هم چاپ میکنم که ببینم سلام چندمی رو داره برام هم مینویسه. بریم یه دور اجراش کنیم. اینجا الان میبینید سلام 1 سلام 2 سلام 3. کاش یه اینجا آخرش یه بک اسلش ان هم بذاریم که کار بهتر بشه. همینجا تا اینجاییم، چون فکر نکنم بعداً بهش برسیم که بخوام همین چیزی بگم. یه چیزی که شاید ببینید اینه که به جای بک اسلش ان اند ال میذارن آخرش. اند ال چیکار میکنه؟ علاوه بر این که میاد میره به خط بعد یه فلاش هم میزنه داخل ترمینالمون. حالا فلاش چیه؟ اگر من این مدادمو باز بیارم ببینید برنامه ما اینه. یه رابط داریم اینجا که آی او استریمه، قراره برای ما اون مقادیر رو داخل ترمینال نشون بده. دستور سی اوت رو در اختیار ما قرار داده و بعد اینجا هم یه ترمیناله. خب من اینو ترم می نویسم که حالا شاید خیلی ترمینال می نویسمش و اینم برنامه ماست. پی مخفف پروگرام می نویسم. برنامه ما میاد یه سری چیزا رو میخواد داخل ترمینال نشون بده. میاد به جای اینکه مستقیم این کار انجام نمیده، میاد با آی او استریم این مقادیر رو میده. آی او استریم میاد یه حافظه کمی رو به عنوان بافر اینجا میذاره. اینجوری می نویسنش بافر. این بافر یه حافظه خیلی کمه، یه جورایی واسط این دیتاست. ما میایم دیتا ها رو میریزیم داخل بافر که پر میشه میاد اینا رو میریزه داخل ترمینال. پس این چه جوریه؟ یعنی این برنامه ما مثلا میخواد یه متن خیلی طولانی رو چاپ کنه، این متن هی تیکه تیکه میاد میره داخل بافر، بعد از داخل بافر میره داخل ترمینال. این بافر هی پر میشه سری خالی میشه، پر میشه سری خالی میشه. به این خالی شدن بافر اصطلاحاً میگن فلاش. حالا شاید خیلی درست نباشه ولی سیفون هم که میکشن باز بهش میگن مثلا فلاش زده و اینو خالیش میکنه بافر، مثلا اینکه سیفون رو کشیده و این اطلاعات میرن داخل ترمینال. اگر ما این اند ال رو بنویسیم کاری نداره که مثلا تا اینجا ما این متن رو نوشتیم این بافر کامل پر شده که بخواد نشونش بده یا نه. اگر کامل هم پر نشده بود باز این میاد این فلاش رو میزنه و بافر رو خالی میکنه که مقادیر داخل ترمینال نمایش داده بشن. داخل یه سری برنامه که قرار اطلاعات رو لحظه‌ای خیلی لحظه‌ای نشون بدن این اند ال رو استفاده آخرش میذارن، یا خود دستور فلاش هم فکر کنم داشته باشیم اینجا. اگر من اینو ببندم به جای خود اند ال اصلا میتونیم دستور فلاش رو بذاریم که نره خط بعد ولی اون کار فلاش رو انجام بده، یعنی بافر رو خالی کنه داخل ترمینال. خب اینم بالاخره یه چیزی بود که دونستنش بد نیست، ولی نمیدونم داخل دانشگاه حقیقتا نیازی یا نه. ولی خب الان یه درک بهتری از اینکه چطور این دیتا دارن میرن داخل ترمینال نمایش داده میشن دارین و میدونید اگر یه نفر اینجا اند ال گذاشت فرقش با اون بک اسلش انی که میذارن چیه. و خب این دفعه هم اند ال میذاریم صرفا محض تنوع، یعنی خیلی لزومی نداره که ما بخوایم اینجا از اند ال استفاده کنیم.
end ال هم مخفف end line، یعنی آخر خط که بعد بره خط بعدی. خب اینو که اجراش کردیم، یه دور دیگه هم که حالا دیگه end ال هم که گذاشتیم اجراش کنیم. ببینید سلام 1 سلام 2 تا سلام 10 اینا رو اومده چاپ کرده برام. اگر اینو 0 بذاریم و اینو 9ش کنیم و اینو کوچیک‌تر از 10 کنیم، یعنی همون 10 بمونه، یعنی از 0 تا قبل از 10، یعنی از 0 تا 9 قراره برام ما بنویسه، اجراش کنیم اینا رو میاد اینجوری نمایش میده. مرسومه که ما میایم اینو از 0 شروع میکنیم و تا قبل 10 مینویسیمش. چرا؟ یادتونه گفتم ایندکس ها از 0 شروع میشن. اینو داشته باشین که به خاطر اینکه ایندکس از 0 شروع میشن قراره ما از این استفاده کنیم در ادامه، که از اول شروع کنه به شمردن تا برسه به نهمی، که در واقع نهمی میشه همون دهمی که ما میشناختیم. ولی اگر میخواستیم از 1 شروع کنه، خب با اون سینتکس قبلی که من نوشتم، به اون روش قبلی که نوشتم میایم اون کارو انجام میدیم. ولی خب الان یه چیزی هست که مثلا شما میتونید کدو به زبان فارسی بخونید. چی میگه؟ میگه تا زمانی که x کوچیکتر از 10 این کارا رو انجام بده. این کاریه که وایل انجام میده و شما اینو بدونید میدونید که دیگه قراره وایل چه کاری برات، از وایل چه انتظاراتی باید داشته باشین و چه جاهایی نیاز دارین که از این وایل استفاده کنین. شما یه سری از این جملات رو در اختیار دارین داخل برنامه‌تون و بعد الگوریتمی که قراره پیاده سازی کنید و با استفاده از همین جملات کنار هم دیگه بچینید و اون نتیجه‌ای که نیازه رو ازش بگیرین. خب این مقدمه‌ای بود بر حلقه وایل. داخل قسمت بعد میریم سراغ باقی حلقه. داخل قسمت سوم حلقه دیگه لینک میشیم به آرایه ها. اون سومین حلقه‌ای که قراره بگیم خودش اصلا مربوط به آرایه هاست، یعنی بدون آرایه نمیشه، کاری قرار نیست انجام بده برام. و همین، امیدوارم روز خوبی در پیش رو داشته باشین. خدا نگهدار.